با نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی گروه MHP. من مهدی دریان هستم با یکی دیگر از آموزش‌های مربوط به نرم افزار اتوکد در خدمت شما هستیم. خب در این قسمت می‌خوایم در مورد دو تا آیکونی که در این قسمت پایین برای ما موجوده صحبت‌هایی رو داشته باشیم. این آیکون‌ها عبارتند از ارتومود و پولار ترکینگ. میخوایم در این قسمت تفاوت‌ها و شباهت‌های این دوتا آبجکت و ابزاری که در این قسمت برای ما مشخص شده رو در موردش صحبت کنیم. خب اگر ما بر روی ارتو کلیک کنیم، همونطور که از آیکون این مشخصه، دو تا خط عمود برهم با یک زاویه 90 درجه هست. خب با علامت زاویه 90 درجه ما مثلا اگر خواسته باشیم یک لاین ترسیم کنیم و حالت ارتو فعال باشه، برای ما تنها در حالت افقی و عمودی امکان ترسیم خطوط برای ما فراهم هست که ما بدون اینکه خواسته باشیم تمرکزی داشته باشیم و دقتی داشته باشیم بر روی موضوع، میتونیم خطوط عمودی و افقی رو ترسیم کنیم که کلید میانبر فرمان یا آیکون ارتو همینطور که در این قسمت مشاهده میکنید F8 است که اگر از لپتاپ استفاده میکنید باید کلید Fn و F8 رو با هم به صورت ترکیبی استفاده کنید و فشار بدید تا براتون این قسمت فعال بشه. به عنوان مثلا من الان دارم فعالش میکنم، میبینید که به صورت فعال و غیر فعال در میاد. خب وقتی غیر فعال باشه ما میتونیم تحت هر زاویه‌ای که خواسته باشیم، ببینید این قسمت زاویه خط ما نسبت به افق در حال نمایش است و ما میتونیم تحت هر زاویه‌ای که خواسته باشیم این خط رو ترسیم کنیم. خب به عنوان مثال و در این حالتی که حالت ارتو غیر فعال است، ما باید دقت بیشتری رو به خرج بدیم برای اینکه به عنوان مثال خواسته باشیم یک زاویه 90 درجه یا خط افقی رو ترسیم کنیم نسبت به حالتی که ما حالت ارتو فعال هست. خب ابزاری دیگه ای که این قسمت هست ابزار پولار ترکینگ هست. این چه کارایی برای ما داره؟ خب یه نکته همینجا وقت خدمتتون عرض کنم، وقتی ارتو فعاله پولار ترکینگ غیر فعاله و وقتی پولار ترکینگ فعاله ارتو غیر فعال میشه. میتونید هر دوتاشون هم غیر فعال کنید. خب میخوایم بگیم پولار ترکینگ چه کارایی برای ما داره. من اگر پولار ترکینگ رو فعال کنم و میبینید که این هم داره برای من تفاوتی که با حالت ارتو برای من ایجاد میکنه مشاهده میکنید که حالت افقی رو برای من روی این خطوط سبز رنگ کمکی نمایش میده. اما در حالت ارتو ما اثری از این خطوط سبز کمکی نیست و ما به صورت خطمون در حالت افقی و یا عمودی هست. اما در حالت پولار ترکینگ شما میتونید علاوه بر اینکه در حالت افقی و عمودی میتونید خطی رو ترسیم کنید، میتونید آزادانه تحت هر زاویه‌ای که خواسته باشین این موضوع رو هم، این خطتون رو هم ترسیم کنید. در کنار ابزار پولار ترکینگ یا آبجکت پولار ترکینگ یه فلش موجوده که شما اگر روی این فلش کلیک کنید یک سری زوایا برای شما اینجا مشخص کرده. میگه علاوه بر اینکه در این قسمت من وقتی این تیک این قسمت فعاله، میگه من زوایای 190 180 270 360 رو برات نشون میدم. قسمت بعدی میگه زوایای 45 90 135 180 و طبق همین روال برات انجام میدم، نمایش میدم. در قسمت بعدی میگه 30 60 90 120 رو نشون میدم. قسمت بعدی هم این زوایا برای ما مشخص شده است. به عنوان مثلا من روی این کلیک میکنم، میبینم که زاویه 0 درجه برای من نشون داده میشه. در موقعیت زاویه 30 درجه برای من خطوط کمکی رو نمایش میده که میگه در این حالت زاویه شما 30 درجه هست.
در این زاویه 60 درجه هست، زاویه 90 درجه، زاویه 120 درجه، زاویه 150 درجه و 180 و همین منوال زوایای دیگر رو هم میتونید ترسیم. خب این چه کارایی برای ما داره؟ وقتی شما ترسیمه‌ای در حال انجام دارید که زوایا برای شما مهمه، میتونید از این گزینه پولار ترکینگ استفاده کنید. به عنوان مثلا میخوام یه پرسپکتیو ترسیم کنم، حالا تحت زاویه 30 درجه، زاویه حالت عمودی، حالت تحت زاویه‌ای، در این قسمت هم توسط ابزار پولار ترکینگ میتونید زاویه‌تون رو تحت این خطوطتون رو تحت زاویه مورد نظرتون ترسیم کنید. حالا اگر مد نظر باشه زاویه خاصی رو شما وارد کنید و در حالت پولار ترکینگ به شما نمایش بده، کافیه روی این گزینه، روی این فلش کلیک کنید در قسمت ترکینگ ستینگ و بیاین اینجا ادیشنال انگل، من میزنم به عنوان مثال زاویه 5 درجه، نیو، گزینه زاویه 10 درجه، زاویه 20 درجه، زاویه مثلا 37.5 درجه به من نشون بده. اوکی میکنم، میام یه خطی رو ترسیم میکنم، نقطه شروع خط میبینید که زاویه 10 درجه، زاویه 5 درجه در این قسمت در زیر نشانگر موس ما میبینید که زاویه های متفاوت برای من با توجه به خواسته من تنظیم شده و در این قسمت هم نشون میده برای من زاویه 37 درجه رو ترسیم کردم، درخواست کردم ازش، میخوام ببینم که زاویه 37.5 رو برای من نشون میده یا نه. میبینید که اینجا زاویه 37.5 رو هم برای من نشون میده و همینطور میتونید طبق خواسته خودتون، طبق اون ترسیمه‌ای که میخواین ترسیم کنید و زاویه خاصی مد نظرتون هست، میتونید از ابزار پولار ترکینگ استفاده کنید. شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو با ما در اپلیکیشن تلگرام در آیدی زیر مطرح کنید. در صورت توانایی در اسرع وقت به این سوالات پاسخ خواهیم داد و همچنین میتونید کانال ما رو در اپلیکیشن تلگرام دنبال کنید و از ویدیوهای آموزشی ما استفاده کنید. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.